پیامبر من شما رحمت للعالمین در روز دوشنبه به دنیا آمد. از دوشنبه میلاد باستان پیامبر بزرگوار اسلام به روز دوشنبه از دنیا رحلت کرد. پیامبر فرمودند ذالک یوم ولدت فیه و یوم بعثت، روز دوشنبه متولد شدم، به دنیا آمدم و از دنیا رحلتم کردم روز دوشنبه. او انزل علی فیه، یا روز دوشنبه به ما وحیم فرستاده شد. اگر کسی میتواند در روز دوشنبه میلاد باستان پیامبر بزرگوار اسلام هست روزه بگیرد، کسی صدقه بدهد، کسی درود بگوید، چه زیبا. ما یک چیزی درباره اخلاق بیان میکنم، رفتار نیکو بیان میکنم، فرو بردن خشم، قهر و غضب را فرو ببریم، از بین ببریم. یکی از جمله اخلاقهای نیکوی پیامبر بزرگوار اسلام بود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودند ما عمل ابن آدم شیئا، انجام نداده ابن آدم چیزی را افضل بوده باشد، بهتر بوده باشد، انجام نداده من الصلاة، از نماز. این همی نمازی که میخوانه، این نماز سر تا سر تعظیم الله است، تسبیح الله است. انجام نداده ابن آدم افضل من الصلاة. یک. دوم و صلاح ذات البین، در بین مردم اختلاف پیدا میشه، نفاق پیدا میشه، در بین یک فامیل اختلاف، نفاق، کینه، بغض، عداوت پیدا میشه، در بین دو برادر، در بین دو همسایه و در بین اهل همسایه قریه و در بین قریه و قریه، در بین شهر و شهر، در بین کشور و کشور عداوت و دشمنی، کینه پیدا می شود. افضل ترین شیئی که انجام داده مسلمان انسان کدام بوده؟ نماز و صلاح ذات البین است. در بین دو مسلمان می بینین که آتش در گرفت، تلاش باید کرد تا آتش را خاموش کرد. صلاح ذات البین، چی یک کار نیک، چی عمل نیک. آتش در گرفت، گل کردن بکار است یا بالایش آتش بیاندازه. سوم و خلق حسن، اخلاق نیکو است. رسول الله صلی الله علیه و سلم سه چیز را بیان کردن. ما عمل ابن آدم شیئا افضل من الصلاة، انجام ندادش چیزی را که افضل از نماز بوده باشد و صلاح ذات البین بوده باشد و خلق حسن، اخلاق نیکو کردن انجام داده باشد نیست. سه خصلت، یکی از جمله اونها اخلاق نیکوست، رفتار نیکوست، فرو بردن قهر، فرو بردن خشم و فرو بردن غضب هست. هر روز دو نفر می آید گوشش این ملا صاحب، خب چی گپ شده؟ من زن خود طلاق داد. قهر و غضب است، زنش طلاق میده. ملا صاحب چی کار بکنه؟ ملا صاحب گردنش یک روز بسته بکنه، دو روز بسته بکنه، 10 مسائل میگه چاره مرا بکن. خب چاره شما چند؟ چه رقم چاره شما شود؟ چند مرتبه طلاق گفتین؟ 3 مرتبه گفتم. خب 3 مرتبه گفتی، یه لفظ طلاق است، حرام میشه، همسرت حرام میشه، راه ندارد. وی چاره ما را بکن، چاره ما را بکن. ملا صاحبم چارهش آخرت جمع میشه. ملا صاحبم فتوا میتیه، فتوا آسانتر فتوا تا اینکه راضی شه و خوش شه. ملا صاحبم آخرتش از بین رفت، چاره نداره. به یک کلمه انسان مسلمان میشه و لا اله الا الله محمد رسول الله.
به یک کلمه انسان از دین میبراید. این همی قهر غضب است. هر روز یک دو سه واقعه طلاق است. زمان رسول الله صلی الله علیه و یک آمد گفت من 100 طلاق دادم، 97ش لغو است، بیهوده است، گنجایش ندارد، 3 تاش واقع شده، مغلظه میشه. طلاق شوخی نمیشه و رسول الله فرموده 3 شی شوخی نداره. یکی از جمله اونها طلاق است. طلاق شوخی نداره. حلال شما حرام می شود، زنا می شود، هر روز بعد از اون زنا روان است. اولادی که به دنیا می آید حرام زاده است، بعد از او اولاد خیرم نمیبین. خود تو که ملا صاحب میگی راه پیدا بود، تو اول همین چطور نکرد؟ چرا قهر غضب از حد بیرون میکنی؟ جنجال میشه و با حوصله باش، به همراهی شوخی ندارد. ملا صاحب نو عرض کرد و ملا صاحبی که از مسائل آگاهی ندارد مثل موارد ضعیف لیلم باشه فتوا میده. فتوا داد، آخرت ملا صاحبم خراب. ملا صاحب تا پیشین 5 فتوا داد، 3 تاش غلط، 2 تاش درست. ملا صاحب ایمانش هم در مخاطره است. هر روز این رقمی مسائل زیاد میآید. مدعی علیه یک جا نباشد. ملا جان فتوا نتی، اجرأکم علی الفت یا اجرأکم علی النار، حدیث مبارک است. هر کس که با جرأت به فتوا حرکت میکند جای جهنم است. رسول الله فرمودن با جرأت ترین شما در فتوا با جرأت ترین شما در آتش است. ملا صاحب و تو که کی مانده؟ مسائلی که خبر نباش، مسائلی که تحقیق نکردی، جانب مقابل نیامده، خبر نداره، خاطر خوشی یک نفر فتوا را صادر میکنه. به همراه لفظ طلاق شوخی نمیشه و الفاظ کنایه هاست. با این واقع میشه، معناش ای است زن حرام میشه. به هر کلمش حلال من بالایم حرام باش. قسم یک مرتبه میشه، 2 مرتبه، روزانه چند قسم میخواد. این زن حلال میشه، بعد از او فامیل آرام میشه، اولاد به دنیا بیا، پدرش خدمت میکنه. این جامعه که در به در میشه که من عرض کردم. کم غضب ها را کنترل بکنی. رسول الله فرمودن غضب نکو، غضب از بین میبره. غضب خوب شی هست لکن در جایش. بله الله غضب داره، پیامبر غضب دارد، مسلمان ها غضب دارد، مانند نمک در طعام. اگر طعام نمک نداشته باشد طعام بیمزه میشه. مسلمان غضب داره، غضب در جایش. حالا حیوانم به شما اگر حمله بکنه خیلی بگوین که من غضب نمی کنم. نه، اینجا غضب به کار است. بداند که نه، غضب کردین به شما دفاع میکنین، از آبرو و حیثیت مالتان دفاع میکنین، لکن به اندازش. و سارعوا الی مغفرت من ربکم. مردم به سرعت حرکت بکنید به سوی مغفرتی که از جانب پروردگارتان و جنت عرضها السماوات والارض، جنتی که پهناییش آسمان و زمین را فرا گرفت. اعدت للمتقین، آماده شده از برای پرهیزگاران. کیاین اونها؟ این پرهیزگارا کیا هست که بر اینها جنت داده می شود؟ باغ و بستانها آخرتش کامیاب و رستگار و سربلند. اونها کیاین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، آنانی که انفاق میکنن در راه الله، فی السراء والضراء، در حالت تنگ دستی و در حالت فراخ دست. اول انفاق از برای اهل عیال، زیر دستان شما. نفقه روزخوران اینها هست، الله زیر دستان شما قرار داده. اولادهای شماست، همسر شماست، والدینی که اونها کار کردن نمیتونن، انفاق از برای اینها. و بعد از او از برای اقربا و صله رحمی دیگرها و از برای دیگر مجاهدین. فی السراء والضراء، در فراخ دستی و در تنگ دستی. یک، الله چه میفرماید؟ والکاظمین الغیظ، آنانی که فرو میبرند غضبهایشان. بیا
روزانه چند مرتبه غضب میکنیم من شما؟ پخل جوش میکنیم، با یک پخل در حالت غلیان است. حاج جان چی گپ شده؟ چی مشکل هست؟ تمام هست و بود را به باد میتیه، پریشان است، الفاظهای درشت خشن دو دشنام فورا روان است، بوتان هم بسته میشه. چی گپ شده حاله؟ هیچ گپ هم در میدان نیست. الله میفرماید متقین و پرهیزگاران آنانی که اینها وارد بهشت میشوند کیایند؟ آنانی که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آنانی که فرو میبرند غضبهایشان را و از مردم عفو میکنند. نه روزانه 5 مرتبه شاید غضب داشته باش، از عفو کار بگی، از بخشش کار بگی. خصلت محمدی صلی الله علیه و سلم است عفو، بخشش، گذشت. والله یحب المحسنین، خداوند متعال دوست دارد آنانی که نیکو کنندگان، نیکوکارانند. اتق الله، از الله بترس. الله رسول الله تعالی اتق الله حیث ما کنت، خدادن قرکن خدا حاضر بل هر جگه که بل سیزه. واتبع السیئة الحسنه تمحوها، دنبال بد لیله یخشی لیله نه انجام بگن که اونو نابود کند. و خالق الناس بخلق حسن، ما نبو پیامبر بزرگوار اسلام ده اخلاق ده. اگر خاله ایسیز که امت رسول الله بسیز وزده آراسته قلین اخلاق محمدیگه، من وزمده آراسته قسم اخلاق محمدیگه نمدو. و خالق الناس بخلق حسن، رواه ترمذی روایت کرد. به همراه مردم اخلاق نیکو بکن، رفتار نیکو بکن.